نیمه دوم روز 31 مای در یک نقطه فروش سوزشواری سینوی 3 واقع در دهه زرخیز نویه جلالالدین بلخی ولایت ختلان ترکش به عمل آمده به سوختور پیچیده است. وزارت کارهای داخله گفت در نتیجه سوختور 9 نفر شهروندان جراحت میانه و سبک سوخته بدن برداشته، 7 شهروندان به قید گرفته نشده است. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخله خبر داد که ترکش در ظرفهای نگهداری مواد سوزشواری به عمل آمده، مساحت سوختار 40 متر مربع را در بر گرفته است. بنا به این منبع برای فرو نشاندن سوختار و پیشگیری از خوف گسترش آن به دیگر بنا و انشاءات نزدیک 7 عدد نقلیات آتش نشانی و دیگر قوه‌های واسطه‌های خدمات دولتی آتش نشانی جلب شدند. وزارت کارهای داخله در گزارش می‌افزاید که از روی تحقیق پیشکی حادثه سوختار معلوم گردید که سبب به عمل آمدن ترکش ظرف‌های نگهداری مواد سوزشواری این کار ناشایان گردیدن مکانیزم سرپوش اخراج هوای فشرده سوزشواری در ظرف موجوده می باشد. در یک ماه آخر در تاجیکستان این علاقه سیومین فلاکت مربوط به مواد سوخت است. روز 20 مای بر اثر چپه شدن یک ماشین بنزینکش با 35 تن مواد سوخت در حدود دهه غزنترک نویه دوشتیج، راننده و مسافر این ماشین جراحت برداشتند. در ترکش و سوختار شام 1 مای در نقطه فروش مواد سوخت اکو اویل در محله اسپیچک دوشنبه بنا به اطلاع کمیته علتهای فوق‌العاده 29 نفر جراحت برداشتند. یکی از آنها کارمند اکو اویل اندری ریزانتسف بعد یک هفته در بیمارستان جان داد.